دستکش‌هایت را از دست در می‌آوری و حتی لحظه‌ای هم از ذهنت نمی‌گذرد که این آخرین بار است. آخرین باری که این دستکش‌ها را به دست خواهی کرد. به تهران که بازگردی، عجیب‌ترین قانون تاریخ فوتبال انتظارت را می‌کشد. مصطفی داوودی رئیس سازمان تربیت بدنی دولت محمد علی رجایی در 2 اردیبهشت 1361 طرحی را مصوب کرده که در آن بازیکنان بالای 27 سال از بازی در تیم ملی منع می‌شوند. همه آنها که ستاره به حساب می‌آمدند. مصطفی داوودی بچه محل ما بود. یه مقدار وقتی اومد شد رئیس سازمان تربیت بدنی یه طرحی در آورد که 27 سال به بالا نمیتونه بازی کنه. یعنی در دوره‌ای که ناصر خان در اوج آمادگی بود به عنوان سنگربار تیم ملی، واقعا نمیدونم تحت تاثیر یه سری غرض و مرض شخصی، جهالتی که اون دوره یه عده در حوزه ورزش گرفتارش بودن، تیم ملی ما از نعمت وجود یک سنگربانی که بی تردید بزرگترین سنگربان تاریخ فوتبال آسیا تا این لحظه است محروم شد. ناصر حجازی رو در 27 سالگی در واقع با طرح مذبذب در واقع طرح 27 ساله کنار گذاشتن، برای که می‌خواستن ناصر حجازی رو کنار بذارن. نمی‌خواستن این طرح رو پیاده کنن. طرح در واقع خیلی راحت شکست خورد. میگویند بزرگترین قربانی این طرح حجازی است. تو ناصر حجازی در بهترین روزهای بازیت، درست در آستانه پیوستن به مهمترین باشگاه‌های جهان، تو را کنار می‌گذارند، اما خم به ابرو نمی‌آوری تا حداقل باشگاه خودت را حفظ کنی. تاج استقلال می‌شود و تو رهبر گروهی که می‌خواهند آبی‌های پایتخت منحل نشود. چه اهمیتی دارد که عمر بازی تو در تیم ملی فقط کمی بیش از 1 دهه باشد؟ در تمام سالهای بعد آسیا تو را به عنوان آخرین مرد مقاوم سنگر ایران از یاد نخواهد برد. سالها بعد تو را دومین دروازه‌بان قرن آسیا می‌نامند. اولین کسی که در ایران محوطه تحت تسلط دروازه‌بان را از 6 قدم به 18 قدم گسترش داد. حالا جلوی دروازه خیلی قشنگ بلند شده و خوب فوتبال می‌کنه، به اون جهت می‌کشونن. پیوندک تو و توی دستای کسی که دروازه‌بانی را از یک کار فیزیکی به یک هنر تبدیل کرد، به ترکیبی از هنر و هوش. تو ناصر حجازی ماندی. تو افسانه میشوی. تو ناصر حجازی هستی. یه دور میزنه توی دروازه سانت میکنه، فرصت برای مایلی کهن، کوتاه و زمینی به پای حجازی برخورد میکنه و در آستانه وارد شدن توی دروازه استقلال بود ضربه فتح آبادی که ناصر حجازی با عکس‌العمل خوبی که نشون میده توپو به کرنر میفرسته. همه توی زمین استقلال هستن به جز پنجلی. دسترس توپو دور میکنه، عربشاهی میسازه برای درخشان، عبادزاده، فرصت برای فتح آبادی و باز ناصر حجازی هست که با عکس‌العمل عالی توپشو دفع میکنه. توی زمین ایران با هم خوب کار میکنن، کار تیمیشون عالیه و جلوی دروازه و این ناصر حجازی هستش که میاد راه توپو میبنده، توپش که میزنن به روی دروازه ایران جلوی محوطه 6 قدم میرفت که نمیشه و این ناصر حجازی که این گل میخره. ناصر ما دق کرد، همون شده رفت.